منتها یک صبح بود تقریبا ساعتهای 5 بجه یا 5 و نیم بجه بعد از نماز دیگه یک شوهر می بود، اونا هم رباب می نواختن کم کم. اونا صبح می نواختن، من استراحت بودم. برای من بخیر تو یک عجیب یک صدای گرچه همیشه هم میشنیدم، منتها امو صبح بخیر یک چیز دیگه بود. تو من خودم هیچ نمیفهمیدم که چطوره. گرچه همیشه نیم بدن که زیاد می نواخت یا در طریق رادیو یا کستار میشنیدم، منتها امو صبح زیاد سر من تاثیر کرد. من گفتم باید یاد بگیرم. وقتی که من رباب کوشش میکردم که یاد بگیرم و تقریبا روز 5 ساعت 4 ساعت پرکتیس میکردم. وقتی من خودم مادرم بسیار زیاد میگفت او بچه میگفت سعی کن بسیار زیاد یخی من کرد که چی میکنی بس از دیگه آرام کن. بعد از او دیگه تقریبا چند سالی که در کابل بودم می نواختم اکثر جا دیگه سر از اونا زیاد کار میکردم تقریبا تا سال 92 که من در کابل بودم و بعدا باز مهاجر شدیم در پاکستان رفتیم. وقتی که جنگ می باشه در مملکت مشکل می باشه که ساز باشه اونجا، بخاطر که ساز یک فضای بسیار آرام میخواد، باید فضا آرام باشه. دیگه فضای ساز نبود. سال 92 پشاور رفتم و بعد از یک سال برای من مشکل بود، نمیتونستم بنوازم. بعد آهسته آهسته امرای اکثر هنرمندایی که در اونجا بودن امرای اونا بلد شدم و اکثر جاها نواختم. اونا بسیار زیاد تشویق کردن من و پس مو کارمری آهسته آهسته پس هم پرکتیس ها رو باز در پشاور شروع کردم. باز بعدا همونطور آهسته آهسته در بین مردم راه یافتیم و اکثر ثبت‌هایی که در تلویزیون بود بوجه از ما خواهش کردن و رادیو و امور خم در وجه در پشاور زیاد مروج کست میگن کست میکنیم. بعدا مردم با نواختن تنهای رباب که به سولو می نواختم به او زیاد علاقه پیدا کردن و بسیار خوش کردن همون جایی که پروگرام می رفتیم و اکثر نغمای نوره که سرش کار میکردیم مردم بسیار علاقمند بودن گوش میکردن. بعد از او باز ما یک کورس موسیقی را که کورس رباب بود در پشاور در اونجا من کورس شروع کردم.
یکی خو آب و هوای کالیفرنیا که از خصوصا است و دوم دیگه افغانای بسیار زیاد هم افغان نسبت به پرسیتا در تورجان کمره و تبله می نوازم نام میشه بدن همون بود که ایش آمدم زیاد خوشم آمد و همون سببش که میشه باشم. اما این خب ما اصلا پدرش دوستم بود رباب میزد رفیق ما بود ما وضو پلی میکنیم پدرش او وقت اما این خورد بود بازی یکان روز میامد پدرش مکدش کار میکنم خورد بود باز نام خدا استا خدا رسان دیگه باز دماغش هم کار میکرد دستش هم بسیار چیز هم میکرد باز نام قدر نوازایی که بود نام خدا باز زیاد کار کرد دیگه دانمی دادر گردادا 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 اصلا دیده بودم بسیار زیاد شوق داشتم باز پدرم نجار بود باز در خانه بر ما جور کرده بود از چوب دو تا از چوبکات جور کرده بود در او چخمقی را یاد گرفته بودم اول باز پسان کم کم چیزای کلاسیک و غزل اینی گپا را بسیار زیاد شوق داشتم از 10 سالگی ما شروع کردیم تال قطقان طرف سمت مزار شریف اینی طرف ها به نام تال قطقان میگن اینا مثلا سمت ایرات ما شما پاشلو طرف مثلا جلال آبادی طرف ها آکو بیغم تا بلنده بسیار زیاد از کوچه خاطره یکی خو تقریبا 400-500 هنرمند همونجا بودیم که از خورد گرفته تا چیز دوم دیگه اونجا اکثرا نمی موسیقی می بودیم نمی ساز می بودیم هر شب یک جایی می شستیم ساز می کردیم دوم دیگه همون کوچه ما که بود بسیار یک کوچه دیگه پر برکت و پر فیض بود که همیش مردم از دوجا می آمد زیارتی هم دم کوچه ما زیاد بود نیم شب ما برو آمدیم در هر طرف می دیدی یک چیز خوب هم می شنیدی یک جای صدای رباب می آمد از یک جای کس طبله تمرین می کرد افغانستان